اخیراً خوب شنیدیم که مولانا کوی یک سخنرانی در مدرسه خود کردن، 30 ضرب الله برایش تعیین کرده. ما نمیدانیم که قضات چطوری فکر میکنن، تدبر میکنن. من این را میگویم مردم ما اعتماد داره گرسنگی را طاقت بیارن، گرانی را طاقت بیارن، اما علما نور چشم مردمن. تکبیر! یک شلاق یک عالم را مانند کوی تحمل نمی کنند. اگر عفو شده که چی بیتر و به هوا نعمت، اگر نشده با تدبیر و درایت و با حکمت عفو قطعی بشود و چنین حرکت ناشایسته انجام نگیرد که هیچ کسی اون را تحمل نمی کند. تکبیر!